سوال 104. اگر آ و B دو مجموعه ناتوئی از مجموعه مرجع U باشند. برو از اول. سوال 104. اگر آ و B دو مجموعه ناتوئی از مجموعه مرجع U باشند، مجموعه آ پریم اجتماع پرانتز B اشتراک آ اشتراکش با کروش B اجتماع آ اشتراک B با کدام مجموعه برابر است؟ 1. آ منهای B متمم B منهای آ B یا تهی. خب واقعا لازم نیست برای هیچ کدوم از این تستا فرمولی رو حفظ بکنیم. خیلی راحت با نمودار ون هر وقت میگن آ و بی مجموعه مرجع یه شکل بکشید. این مجموعه مرجع یو ماست. یه دایره بکشیم برای آ، یه دایره بکشیم واسه بی. برای اینکه یه سری نکات رو اشتباه با هم نکنیم. اولا اینجا بی اجتماع آ، این دو تا دایره اشتراکشون با بی، خب میشه بی. این که از این سوالش که اصلا اینو به صورت بی فقط در نظر بگیرید. این که فقط شد بی. حالا اینجا چی داریم؟ بی اشتراک آ اشتراک بی، همش اشتراکه. بی اشتراکش با آ اشتراکش با بی، یعنی یه تکرار اضافه است. پس این شد بی اشتراک آ. پس این حساب هم شد چی؟ بی اشتراکش با آ. من روی این شکل این منطقه رو مشخص کردم. برای من مهم نیست آ متمم. فرض کنید این آ باشه. آ متمم کجاست؟ قسمت بیرونیه. اجتماع قسمت بیرونی با این چی میشه؟ این میشه متمم این قسمت سفید رنگ جواب مثلا است. با این قسمت کوچیک چیه؟ آ منهای بیه. پس گزینه 1 آ منهای بی متمم.